دست فروشی از پدیده‌های رایج است که همه روزه در گوشه و کنار خیابان به خصوص در مسیرهای پرتردد مراکز شهری به چشم می‌خورد و زیر مجموعه مشاغل غیر رسمی قرار دارد که با عناوینی مانند مشاغل غیر رسمی، کاذب، بخش غیر متشکل و غیره از آن یاد می شود. شهر تهران مدت مدیدی است که با پدیده دست فروشی و ورود گروه جدیدی به سامانه شغلی و تعاملات اجتماعی و حتی فرهنگی شهر روبرو شده که نیازمند توجه از جنس مدیریت و ساماندهی است. امروز این پدیده با شکل‌های جدید همچون ماشین‌های غذا که به صورت سیار در عرصه‌های عمومی پایتخت اقدام به فعالیت می‌کنند نیز همراه است. از این رو لازم است با توجه به مفاد قانونی موجود موضوع دست فروشی و فعالیت‌های سیار اقتصادی بررسی شود. از طرفی نیز منشأ و دلیل گرایش افراد جویای کار به سمت مشاغل غیر رسمی نبود فرصت‌های کافی شغلی و ناتوانی بازار کار در جذب نیروی کار فعال است. داشتن شغل هرچند غیر رسمی حق طبیعی آحاد جامعه است و مسئله‌ای که بروز می‌نماید نبود امنیت شغلی برای این افراد است. امنیتی که اگر فراهم نشود به تدریج سبب افزایش رانش طبقاتی و خشونت اجتماعی خواهد شد. بندهای دوم و چهارم اصل 43 قانون اساسی بر دو نکته تاکید دارد. بند دوم به تأمین شرایط و امکانات کار برای افرادی که قادر به کار هستند اما ابزار و امکانات لازم را ندارند و بند چهارم به لزوم آزادی افراد در انتخاب شغل و عدم اجبار افراد پرداخته است. اما با وجود چنین سیستم حاکمی رعایت نمی شود. رفتارهای ضربتی و خشن مأموران نیروی انتظامی و شهرداری با دست فروشان که با اطلاع رسانی کسبه و تجار یا مقامات دستگاه‌های عمومی مثل مترو صورت می‌گیرد به یک الگو در برخورد با دست فروشان تبدیل شده است. استیصال برخی از شهروندان در امرار معاش گاه شرایط را به سوی خودسوزی به عنوان یک ابزار اعتراض اجتماعی سوق می‌دهد. بایستی از آن کرد که قوانین زمانی می‌توانند در حل مشکل اثر بخش باشند که به صورت واقع گرایانه و جامع تدوین شوند. مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های زیرربط با توجه به پیش شرط‌هایی چون عدم مجرمیت دست فروشان، ضرورت توجه به شرایط اقتصادی این گروه از فعالین اقتصادی و رونق ناشی از حضور دست فروشان در سرزندگی شهری، تدارک لازم را برای شناسنامه‌دار کردن و ساماندهی آنها با اتکا به قوانین بالادستی و تصویب نامه سال 1385 ببیند و با تدوین دستورالعمل لازم با اتکا به منافع شهر و شهروندان راهکارهای تجربه شده در جهان را با عنایت به ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبیین کند. در این میان کانون‌های اصلی صنوف باید با اتکا به ظهور مشاغل جدید راهکارهای قانونمند ساختن آن را جستجو کنند. دست فروشان با زبان بیزبانی به جامعه میگویند بیکار هستند و به کار نیاز دارند. این معضل نشان می‌دهد که گستردگی این پدیده ناشی از ساختارهای اقتصادی مبتنی بر رانت از یک سو و سیاست‌های خارجی، دشمنی با غرب، تروریسم، نظامیگری و اقتصادی، تمرکزگرایی و خویشاوندسالاری، حکومت روحانیون و سپاه تروریستی پاسداران است.